شروع کردی همین؟ خوبه. ما داستانمون این بود که ویدیوها رو آموزشی جلو ببریم فعلا، یعنی توی استودیو. ولی مسئله ای که پیش اومد امروز اینطوری جلو رفت که دوتا از شاگردای من که دانشجو هم هستن، طبق حالا اون صحبت که با هم دیگه داشتیم و وضعیت موجودی که توی اقتصادمون هست، یه ذره ورزش بدنسازی رو به نسبت گرون کرده دیگه برای هممون، چه ما مربیا چه مسابقه یا فرقی نمیکنه. جوونا، اونایی که دوست دارن یه سبک زندگی سالم حتی داشته باشن، تو فشارن. ما هم تصمیم گرفتیم حالا این ویدیو رو داشته باشیم و اینکه بدونیم که میخوایم چی کار کنیم توی رژیممون و از چه غذایی میتونیم استفاده کنیم با کمترین هزینه. من حالا طبق اون چیزایی که خودم میدونم، چون خودم هم دانشجوام و میدونم هزینه ها چه شکلیه و درآمدام اونقدر بالا نیست که بخوایم ما حرفه‌ای جلو بریم تو این قضیه بدنسازی. تا حد همون سلامتی یه رژیم غذایی پایه چه چیزایی باید داشته باشه رو میخوام توضیح بدم. حالا از کجاها بخرین، مثلا از پخش عمده تخم مرغ بخرین، از گوشت و چرخ کرده بخرین، همه اینا رو توضیح میدیم. حالا میخوایم به صورت لایو اینو داشته باشیم که ببینیم مثلا با پایه ترین هزینه، وقتی با حقوقمون همچین چیزی نمیشه، ولی مثلا با حقوقمون اجاره خونه رو دادیم، بر فرض مثال، بر فرض محال اجاره خونه رو دادیم، بعد اومدیم یه دستم لباس خریدیم الکی، بعد میرسیم حالا به غذای رژیمیمون. بریم اول شروع کنیم با خرید تخم مرغ. حالا با این قضیه که گفتم بریم ببینیم چی میشه، چقدر در میاد. ما هزینه پایه‌مون رو گذاشتیم تقریبا دیگه 3 تا 4 تومن بگیم مثلا تو ماه. ما سیف داریم، هیچ پسندازی هم نمیتونیم بکنیم، فقط میایم اونو خرج رژیممون میکنیم. با ما همراه باشین، بریم اولین خریدمون رو بزنیم. خب حالا اولین خریدی که میخوایم انجام بدیم خرید تخم مرغ از پخش دیگه. ببین داستانمون به کجا رسیده، باید اینجوری بریم ببینیم چقدر میتونیم هزینه کنیم. با ما همراه باش. بریم همین. امیر بیا، مراقب باش ماشین نزنه به خرید. حالا نمیدونم، دوشونه فکر کنم برای 2 3 هفته کافی باشه. سلام حاج، خسته نباش. قربونت. میتونیم فیلم بگیریم از خریدمون یا نه؟ نیستن؟ موردی نداره حاجی؟ سلام. نه ما داریم خرید میکنیم، از خریدمون داریم یه دونه فیلم بگیریم اگه اجازه بدین. دستشون الان میخوایم خرید کنیم، الان نمیشه. یه 2 شونه تخم مرغ میخواد، فقط داریم خرید میکنیم. الان من 2 شونه فرقی داره قیمتاش. این 215، این 230. کدوم اینا یا اینا با هم چه فرق کدومش بهتره؟ اها. ما همین 230 رو برمیداریم با اجازت.
نه ما برای پیج خودمون میگیریم. پیجمون ورزشیه، میخوایم حالا هزینه های مثلا بدنسازی تو یه ماه و ما بگیم با این وضعیت اقتصادی. نه ما از طرف هیچ جا نیستیم، از طرف خودمون. ممنون از شما. چقدر میشه؟ 460. آقا دم شما گرم، مرسی لطف کردین. شکسته که نداره بی زحمت. اگه آره همونو میگم اینجوری ما تخم مرغ خریدن اینطوری دست میکشیم. آره دیگه آبپز میکنه. نه دست شما درد نکنه، مرسی لطف کردیم، مرسی گذاشتیم فیلم بگیریم قربونتون. خب اینا شد 460 تومن. یعنی هیچی دیگه. یکی از ترفندایی هم که بهمون یاد داد این بود که اینجوری دستمون رو بکشیم رو شونه، رو تخم مرغا. اگه تخم مرغا چسبیده باشن به شونه یعنی شکسته، میتونیم عوضش کنیم. حالا بریم ادامه خریدمون.